بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بیننده‌های محترم، ما رحمت الله اشکوار هستم. فعلا از شهر سیدنی استرالیا به ملبورن خانه دوست بسیار عزیز و خوبم عمر جان صبور آمدیم و نظر به خواهش تمیم جان بیگ برادر عمر صبور خواستند که چند قطعه از اشعار ما باید قرائت کنم و اینا لطف کردن، مهربانی کردن، اینا فنبرداری کردن که من خیلی ازشان خوش هستم. از ما تا حال مجموعی که نوشته کردیم تقریبا 13 مجموعه شعری می باشه که از او جمله 5 مجموعه شعری ازی به نام‌های هدیه عشق، آتش و خون، ارمغان عشق، نیایش و ستایش و پیوند عشق به چاپ رسیده که ما از هر مجموعه چاپ شدیم یک دو غزل براتون میخوانم. امیدوار هستم که مورد پسندتان قبول واقع شود و اگر اشتباهاتی می باشه یا رخ میته به بزرگیتان مرا ببخشین. از مجموعه هدیه عشق، یعنی شعر اولش که تحت عنوان الهی است یا یک نوع نیایش است، ما بر خواندن میگیرم. الهی آتش عشقم فزون کن، جنونم ده سراپایم جنون کن. بسوزان سینه ام را از غم عشق، بنا کن در نهادم ماتم عشق. بزن آتش میان تار و پودم، که خیزد از دل آتش سرودم. و درد و داغ عشقم آشنا کن، به عشق و عاشقی جانم فدا کن. بیفکن بر دلم مشق نکوی، اسیرم کن به زلف ماشکبوی. دلم را با نگاهی آشنا کن، دلم را با نگاهی آشنا کن. خدایا آنچه می خواهم مرا کن. روانم کن به صحرای جنون، روانم کن به صحرای جنون. بریزان از نگاهم جوی خون، نوایم را به گوش قدسیان بر. نوایم را به گوش قدسیان بر، از این خاکم به قلب کهکشان بر. به دستم ده دگر پیمانه عشق، مرا دیوانه کن دیوانه عشق. ز عشقم روز و شب بیتاب گردان، مرا بی راحت و بی خواب گردان. به مغز استخوانم آتش افروز، طریق عشق مجنونم بیاموز. زبانم را زبان عشق گردان، روانم را روان عشق گردان. ز تن روحم به فریاد جدا کن، مزارم خاک کوی آشنا کن. مزارم خاک کوی آشنا کن. تشکر.